قرآن به ما راههایی یاد داده که نه تنها ثروت و برکت مالی رو جذب کنیم، بلکه کاری کنیم که این ثروت برامون موندگار بشه. سلام دوست عزیزم، امیدوارم حالت عالی باشه. امروز میخوام باهات چیزی رو به اشتراک بذارم که به شخصه برام خیلی خاصه. یک راز قرآنی، یک آیه قرآنی که اگه درست بهش عمل کنی میتونه باعث بشه زندگیت از نظر مالی تغییر اساسی کنه. اما قبلش یه سوال ازت دارم. تا حالا برات پیش اومده که احساس کنی هر کاری میکنی بازم تهش پول کم میاری؟ یا اینکه انگار یه چیزی توی زندگیت هست که باعث میشه نذاره پول به سمتت بیاد؟ خب شاید امروز جوابش رو پیدا کنی. یه آیه معروف توی قرآن هست که خیلی‌ها بهش اعتقاد دارن و خودشون هم از این آیه نتیجه دیدن. این آیه توی سوره طلاق هست، آیات 2 و 3. من اینجا قسمتی از این دو آیه مبارک رو میخونم، اما نحوه ختمش رو تا انتهای ویدیو بهت میگم. میفرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. ترجمه سادهش اینه که هر کس تقوای الهی داشته باشه، یعنی درست کار باشه و گناه نکنه، خداوند راه خروجی رو براش باز میکنه و از جایی که حتی فکرش رو هم نمیکنه روزیشو میرسونه. خب این جمله خیلی عمیقه. اول از همه خدای شرط گذاشته و اون تقواست. یعنی چی؟ یعنی باید تلاش کنیم که توی زندگیمون آدم درست‌تری باشیم. اگه تقوا رو توی قلبمون جا بدیم، بعدش راه برامون باز میشه. حالا سوال اصلی اینجاست که چطور این دعا رو به زندگیمون وصل کنیم. در اینجا میخوام 3 قدم اساسی رو بهت یاد بدم. اول اینکه نیتت درست باشه و با یک قلب صاف دعا کنی. اولین چیزی که باید بفهمیم اینه که دعا کردن فقط گفتن چند کلمه نیست. باید واقعا از ته دل بخوای و نیتت این باشه که نه فقط برای خودت بلکه برای دیگران هم خیر و ثروت بخوای. دومیش این که این آیه رو هر روز بخونی. دستورش اینه روزی 5 مرتبه بعد از هر نماز، 3 صلوات قبلش و بعد آیات 2 و 3 سوره طلاق و بعد دوباره 3 صلوات و در آخر حاجتتون رو از خدا بخواید که این موجب وسعت رزق میشه انشاءالله. اما فقط خوندنش کافی نیست. باید توی دلت باور داشته باشی که خدا میتونه توی هر شرایطی بهت کمک کنه. نکته 3 اینه که کار کنی، تلاش کنی، ولی توکل هم داشته باشی. دوست من یه چیزی رو همیشه یادت باشه، دعا بدون تلاش جواب نمیده. شما باید به کارهات ادامه بدی و به خدا هم توکل کنی. اینطوری یه جور هماهنگی بین تلاش خودت و قدرت خدا ایجاد میشه. و چند تا نکته تکمیلی هم هست که کمک میکنه که زودتر دعاهات مستجاب بشه. اولیش انفاق و صدقه است. یه نکته جالب اینه که قرآن میگه اگه میخوای ثروتمند بشی ببخش. شاید عجیب باشه ولی صدقه دادن خودش باعث جذب روزی میشه. دومین نکته اینه که صبور باش. هیچ چیزی یه شبه اتفاق نمیفته. این دعا یه فرمول جادویی نیست. یه مسیریه که باید با صبر و ایمان اون رو طی کنی. 3 2 ذکر مکمل رو بهت میدم که اگر هر روز 100 مرتبه اونها رو تکرار کنی میتونه تأثیر بسیار خوبی در وسعت رزق داشته باشه. اولین ذکر یا فتاح و بعدی یا رزاق. اینها رو روزی 100 مرتبه تکرار کن. دوست من، ثروت داشتن چیز بدی نیست. اتفاقا اگه ازش درست استفاده کنیم میتونه زندگی خودمون و بقیه رو بهتر کنه. اما مهمه که اول دلمون رو پاک کنیم، به خدا توکل کنیم و این آیات رو مثل یک راهنما توی زندگیمون قرار بدیم. پس ازت میخوام که از همین الان شروع کنی. این آیه رو بنویسی و یه جایی بذاریش که هر روز به چشمت بخوره و فراموشش نکنی. هر روز بخون و مطمئن باش که خداوند راهی رو برات باز میکنه. حالا شما بگو ببینم، آیا شده که تا حالا از این آیه یا دعاهای دیگه
نتیجه گرفته باشی؟ توی کامنت ها برام بنویس. اگر این ویدیو برات مفید بود لایک کن و به دوستات هم معرفی کن. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.